به نام دادار دادآفرین، ز هر ظلم و ظالم به قدرت برین. قسمت سوم از مقوله دیدگاه مولانا نسبت به مرگ رو با شما عزیزان در میان میذارم. امید دارم که اندیشه های والا، روحانی و الهی این مرد آسمانی بتواند در نظر و دیدگاه ما تأثیرگذار بوده و نگاه ما رو به این پدیده مجهول بشری الهی تصحیح کرده، تغییر بده و چون این بزرگان مرگ رو در نگاه ما اتفاقی میمون و مبارک نماید. در مثنوی دیگری که ایشان در این مقوله صحبت می‌کنند می‌فرمایند که مرگ شیرین گشت، نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. مرگ رو ایشون به یک نقل و انتقال شیرین، به یک سفر شیرین تشبیه می‌کنند، به یک حرکت زیبا و میمون تشبیه می‌کنند که مانند این است که مرغی از قفس بیرون بیاید. جان ما رو به مرغ تشبیه می‌کنند و قفس رو که این کالبد ماست، که تن ماست، مانع پرواز این مرغ می‌دونند. که خب این تفکر و اندیشه برگرفته از نگاه‌های مذهبی است که ما در تورات در سفر خروج این رو می‌بینیم که خداوند خلقت، در سفر آفرینش می‌بینیم که خداوند خلقت انسان رو توضیح میده از زبان حضرت موسی، که ایشان می‌فرمایند خداوند آدمی رو از گل می‌سازه و روح خود رو از بینی او در اون گل می‌دمه. و در قرآن هم که داریم خلقت الانسان من طین یا من صلصال کالفخار و نفخت فیه من روحی، که آدمی رو از گلولای ته جوب، گلولای متعفن و بدبویی خلق کردم و از روح خود در اون دمیدم. یعنی دو بعد به ما دادن، بعد آسمانی، بعد معنوی و بعد زمینی و جسمانی، که بسیاری از حکما و عرفای ما هم به این مقوله پرداختن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، 2-3 روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. عرض کنم که مولانا حالا اینجا به این شکل برای ما توضیح میدن. تشبیه این بار مرغ و قفسه. مرگ شیرین گشت، نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. آن قفس که هست عین باغ در، مرغ می‌بیند گلستان و شجر. مولانا باورش اینه که اگر جان ما در کالبد جسمی ما اسیر است، اما جان است و توانایی دیدن، درک و حس معنویات رو داره، چون از جنس نوره، از جنس خداست و همیشه در درون ما معنویات به قولی آلارم دارن، صدا میدن و ما رو به سمت خودشون میکشن. درسته ممکنه در گزینش بین خوب و بد ما سمت بد رو بگیریم، اما وجدان ما همیشه که همون معنویات ماست، که همون روح خداوندی است، به ما میگه، به ما زنهار میدهد که ما باید به سمتی بریم که آسمانی بشیم. که از نیستان تا مرا ببریدند. ما از نیستانی اومده ایم که اهل اونجاییم، اهل این سرزمین نیستیم. به قول خود حضرت مولانا بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. حالا این البته این بحث رو بعداً با هم خواهیم داشت که این بیت رو امروزه به شکل دیگری میخونن و بحث زیادی هم پیرامونش شده که حالا بعداً اون رو هم براتون بیان میکنم. اما در اینجا ایشان میفرمایند که آن قفس که هست عین باغ در، مرغ میبیند گلستان و شجر. جوق مرغان از برون گرد قفس، خوش همی خوانند ز آزادی قصص. جوق گروه دسته مرغان بیرون این قفس برای اون مرغ اسیر مدام از آزادی دارن میگن، از پرواز، از آسمان نامتناهی،
از قاف، از سیمرغ، همونطور که عطار در منطق الطیر بیان میکنه و هدهد مرغان رو به سمت سیمرغ میبره، مولانا اینجا میگه مرغ‌ها مدام دارن به اون میگن. و این مرغ‌ها همین اولیاء الله هستن، همین بزرگانی هستند مانند مولانا، مانند حافظ و افرادی از این دست که اینا به ما میگن که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. درسته که امروز دسترسی به این بزرگان وجود نداره، اما همونطور که مولانا میفرمایند چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. گلاب این بزرگان مونده، آنچه که برای ما ساختن. کتب این عزیزان در دسترسه و با مراجعه به اینان میتونیم بشنویم قصه آزادی رو. سر ز هر سوراخ بیرون می کند، تا بود کین بند از پا بر کند. بله، جان ما مدام داره این سر اون سر میزنه، مدام درگیر با این قفس تن، مدام نگاه میکنه و خوشی ها رو میبینه و معنویات رو میبینه و میخواد به یه شکلی از این قالب تن رها بشه و آزاد بشه و پرواز کنه. چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. وقتی جان ما این گونه سرک میکشه برای رسیدن به اون نیستانی که از اون اومده، هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. وقتی این گونه سرک میکشه، اگر این قفس باز شه، چه اوجی میگیره، چه پروازی خواهد کرد. نه چنان مرغ قفس در اندهان، گرد بر گردش به حلقه گربگان. نمانند اون مرغی که آنقدر بدیها و سیئات و ظلمات و تاریکی گرد خودش تنیده که فکر میکنه توی قفسه که دور تا دورش پر گربه است، میلی به بیرون رفتن نداره اینجا. اگر این گونه ببینه عالم رو، اگر عالم رو مانند قفسی ببینه که دور تا دورش گربه ها گرفتن، چرا بره بیرون؟ اگه بره بیرون که خورده میشه. او همی خواهد که از این ناخوش حسس، صد قفس باشد به گرد آن قفس. اون مرغی که این گونه زندگی کرده، آن جانی که انقدر سیاه و تباه زندگی کرده که حس میکنه دور تا دور این قفسش رو گربه ها گرفتن، بدی ها و سختی ها و ظلمات، میلی به پرواز نداره. امید دارم که این مثنوی مولانا نیز چون تمام کلام این بزرگوار در عمق جان شما تأثیر بذاره. با هم ادامه خواهیم داد در قسمت‌های بعد. زنده و پیروز باشید.